خب آقا فارفار، خوب و خوش هستی؟ چه خبران؟ ای بابا قرقل جان، کدوم خوبی کدوم خوشی؟ تا وقتی فینیتو دست این کت خدا می باشندی خوبی و خوشی در کار نیست. هر وقت فینیتو آزاد شدندی اون وقت هممون خوب و خوش و شاد میشویمندی. من که چشم آب نمیخوره اومدیم و کت خودم نفله شدندی. از کجا معلوم بعدش بدتر از این نباشندی؟ بهتره با همین وضعیت بسازیم. عجب حرفی زدی قلقلی. قلقل بیا بریم این دزدها رو بیرون کنیمندی و این خانواده رو نجات بدیمندی. چه میگویی فارفار جان؟ آمدیم و ما این دزدها رو از خانه بیرون کردیم. از کجا معلوم که دزدهای بعدی از راه نرسندی و دوباره به جان ما نیفتادندی؟ قلقل بیا از این غار بیرون، بریم ببینیم دنیای بیرون چه شکلی می باشندی. چه؟ بیرون؟ از کجا معلوم که وضعیت بیرون بهتر از داخل این غار باشندی؟ شاید حیوانهای وحشی بیایند و ما را بدرندی. همینجا که تو غار نشستیم خوب می باشندی. از کجا معلوم ها؟ از کجا معلوم؟ بابا تو هم خفه کردی ما رو، هی میگه از کجا معلوم از کجا معلوم. بیا برو بمیر بابا. آقا جان وا بده شما، اگه قرار بود هی بگیم از کجا معلوم از کجا معلوم، الان همه تو غار بودیم اندی. یه تکونی بخور قلقل.